همیشه فسخ، تفاسخ، انفساخ رو با هم قاطی میکنی، این پست فقط و فقط مخصوص توه. مبحث اولمون فسخه. فسخ یعنی چی؟ به هم زدن یک معامله، یک عقد با یک اراده. فسخ هم در عقود لازمه هم در عقود جایز. پس فسخ ایقاعه چون یک اراده میخواد. مبحث بعدی تفاسخ یا اقاله هستش. یعنی چی تفاسخ یا اقاله؟ میگیم به هم زدن عقد با دو اراده که به این میگن اقاله، که فقط و فقط در عقود لازم هستش و 3 تا عقد رو نمیتونیم اقاله کنیم. شامل چیا میشه؟ نکاح، ضمان و وقف. مبحث آخرمون انفساخ هستش. انفساخ به چه معنی هستش؟ میگیم که انفساخ یعنی به هم زدن یا همون انحلال عقد به خودی خود. چطوری به خودی خود؟ بدون نیاز به اراده. تو توضیح بیشترش میگیم که یه حادثه اتفاق میفته که قانون به سبب اون حادثه میاد حکم به انحلال عقد میده، که حالا انفساخ هم در عقود لازم اتفاق میفته هم در عقود جایز.